الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر از ما سوال نمودند که اون گوشت هایی که فروخته می شود و در حالت کشتنش بسم الله نگفته کشته شده است، آیا خوردنش، تناول کردنش جایز است یا نیست؟ البته این مسئله تفصیلات خود را دارد. اولا در این مسئله خود الله رب العزت و الجلال قضاوت کرده است، حکم کرده است و در سوره انعام آیه 121 الله رب العزت و الجلال هر ذبح، هر کشته که نامش ذکر نشده است، اسم الله ذکر نشده است، خوردن این را منع کرده است. الله رب العزت و الجلال میگوید ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. و نخورید، تناول نکنید از آن چیزی که اسم الله بر اون ذکر نشده است، زیرا که این فسق است. و البته شیطان ها به دوستانشان وحی می کنند تا که با شما مجادله بکنند و اگر تناول کردید البته شما از مشرکین هستید. و البته این آیت حالت خودش را دارد، سببهای خودش را دارد، سبب نزول دارد، اما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت به عموم لفظ آیت است، نه به خصوص سبب. پس ما میگوییم هر کسی که خود را مسلمان بگوید و قصداً بسم الله را ترک بکند، البته تناول کردن این گوشت جایز نیست و این گوشت حرام است. حتی امام مالک رحمه الله میگویند هر کسی که بسم الله گفتن را، هر مسلمانی که ذبح بکند و بسم الله گفتن را فراموش بکند، قصداً یا که فراموش، حتی فراموش هم کند و بسم الله نگوید و ذبح بکند و بعد به خاطر شود که بسم الله نگفته است، این گوشت ذبح شده را خوردنش حرام است، زیرا که بسم الله ذکر نشده است. به عمومی این قول الله رب العزت و الجلال از سوره انعام آیه 121. زیرا الله سبحانه و تعالی در این آیت عموم ذکر کرده شده است، نخورید از آن چیزی که اسم الله بر وی ذکر نشده است. الله سبحانه و تعالی در آیات‌های پیش از این ذکر میکند چیزی که خوردنش حلال است و بعد از این هر آن چیزی که خوردنش حرام است و از جمله این چیزهای حرام میگد که ذبحی که بر وی ذبح بسم الله گفته نشده است، اسم الله ذکر نشده است، خوردنش حرام است. و این چنین مرده را حتی بسم الله گفته کشته ذبح کرده خوردن هم حرام است. و این چنین هر کسی که به بوت یا که در نزد قبر ذبح میکرد خوردنش حرام است. بارک الله فیکم. عطا ابن رباح ذکر میکنند که هر آن چیزی که از طعام باشد یا شراب باشد بسم الله به وی گفته نباشد خوردنش حرام است. به عموم این آیات حتی نوشیدن چیزهایی که بر وی ذکر بسم الله نشده است خوردنش را، حتی خوراکی که به بسم الله پخته نشده است خوردنش را حرام میدانند. این البته اجتهاد و یک فتوای عطا ابن رباح است. البته این علمای عصر است، تابعین است. بارک الله فیکم. اما باقی مانده از فقها همه اشان اجماع کرده اند غیر از عطا ابن رباح که این آیت عمومش تخصیص کرده شده است. این آیت گرچند که عموم آمده است اما به دیگر دلیل های دیگر خاص کرده شده است، تخصیص کرده شده است به ذبح. یعنی فقط اون ذبحی که به بسم الله کشته شده است خوردنش جایز نیست. و بعد از این اختلاف کردند که اگر فراموش کند یک مسلمان بسم الله گفتن را فراموش کند، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل در یک روایت و ابو حنیفه رحمه الله در یک روایت میگن اگر مسلمان قصدن نه بلکه فراموش کند بسم الله گفتن را
و ذبح بکند، در این حالت این گوشت خوردنش جایز است و حلال است. اما امام مالک میگن که فراموش کند هم، گرچه که قصداً ترک نکند، فراموش کند و بسم الله گفتن را ترک کند پیش از کشتن و ذبح کردن، البته این حرام است میگن امام مالک. و اما قول راجح همین است که هر کسی که ذبح میکند و بسم الله را فراموش میکند، از یادش میرود، به ناگاه در این حالت خوردن این گوشت حلال است و باقی نیست. اما کسی که قصداً ترک میکند، خوردن این حرام است. خوردن گوشت مرتدان حرام است. خوردن گوشت بینمازان حرام است، چرا که بینمازان اینها اگر لا اله الا الله گویند به سبب تارک الصلات کافر شدند، از دین برآمدند، مرتد شدند. هر مسلمانی که از دین بیرون میشد مرتد است. خوردن گوشت مرتد حرام است. از بینمازان نخورید. برای ما میگه مسلمان دو نمود است: مسلمان اصلی و حکمی. مسلمان اصلی کسی که ما اون را میشناسیم، میدانیم که این یک برادر موحد است، یک انسان موحد است، از شرک دور است. اما مسلمان حکمی کسی است که ما دیدیم که مسلمان خودش رو مسلمان میگه، نماز میخواند، اما ما حقیقتش رو نمیدونیم. ما نمیشناسیم که مسلمان شرک رو انجام میدهد یا نمیدهد. ما این رو کافر نمیگیم، البته مسلمان میگیم. کافر گفتن عقیده خوارجی است در این حالت. اما از این نمود انسان گوشت خوردن، ذبح این انسان را خوردن خوب نیست، باید تبیین بکنید. البته خوردن حلال است، حرام نیست، اما درست نیست، خوب نیست. خوبش از یک مسلمان گوشت خورید که این مسلمان را شناسید. برای همین علما قصابها، جزارهای خاص خود را داشتند. هر یک عالم از مشایخایی که من در مدینه منوره میشناختم و بعضی به اونها ما گوشت هم میبردیم، بعضی مشایخ ها میگفتند که مثلا پول میدادن، میگفتند از یک قصاب خاص از فلان جای معین به من گوشت بیار. چرا که فقط از این قصاب گوشت میخورد. چرا که این قصاب شاید شاگرد این عالم است، این قصاب موحد است و این عالم این قصاب را میشناسد که این چگونه قصاب است. این مسلمان اصلی است. اما از آدمای شبهناک، مسلمان حکمی، علما گوشت نمیخوردن. و این چنین در مصر من این چنین علما را دیدم و این چنین در دیگر منطقه این چنین علما را مشاهده کردم. علمای اهل سنت و الجماعت حریص هستند و از اول حریص بودند. پس کسی که بسم الله نگفته است، اگر فراموش کرده باشد خوردنش ممکن است، اما اگر قصداً باشد ممکن است و این قول جمهور علما است. بارک الله فیکم. پس سوره انعام آیه 121 همین دلالت را میگیرد. همین دلالت را میکند که ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق. و البته بعد از این به ما سوال می آید که پس این طور باشد خوردن گوشت یهود و نصارا آیا جایز است یا نیست؟ چرا که اونها بسم الله نمیگویند. ما میگیم الله رب العزة والجلال از درون انعام این چنین خاص کرد و خوردن گوشت اهل کتاب یهود و نصارا را به ما جایز دانست. وقتی که اگر یهود و نصارا برای عیدش نکشته باشد و طرز نمود کشتنش کشتن شرعی باشد، یعنی کشتنش به قوت زده نکشته باشد، به تبر زده ذبح نکرده باشد، بلکه گردنش را چخیری که مسلمان ها میبرند و ذبح میکنند همچنین باشد، مثل ذبح کردن مسلمان ها باشد، در این حالت گرچه که اونها مشرک هستند بسم الله نمیگن، خوردنش جایز است. چرا که الله سبحانه و تعالی میگه و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، و طعامی که اهل کتاب کشتند برای شما حلال است. طعام معناش در اینجا چخیلی که ابن عباس رحمه الله میگه ای ذبیحتهم، ذبیحه اهل کتاب برای شما حلال است. بارک الله فیکم. و حتی امام شافعی رحمه الله میگن که انسان قصدن ترک کند هم، اگر مسلمان باشد قصدن یا که غیر قصدن باشد هم خوردنش جایز است. لیکن البته این قول امام شافعی رحمه الله در این حالت ضعیف است. بارک الله فیکم. البته در این مسئله باید هر یک مسلمان احتیاط باشد، خصوصا در مسئله گوشت و خوردن آن که این احکام خاصی خود را دارد.